پایتخت کشور آفریقای جنوبی. یوهانسبورگ. درسته. این عکس متعلق به کدوم فوتبالیسته؟ اریک کانتونا. اریک کانتونا درسته. میدونستم و نگفتم یقرم آوردم بالا که شما بگید. این پرچم کدوم کشوره؟ کلمبیا. نه کلمبیا نیست. ونزوئلا. نه یه دونه دیگه شبیه اینا هستش. چیز تو همون آمریکای جنوبیه. آره. کجا داره دیگه؟ با الف شروع میشه. من فهمیدم. بریم. بگم اکوادور. اکوادور درسته. براد پیت برای بازی در کدام فیلم موفق شد جایزه اسکار بازیگری رو برنده بشه؟ اسکار نقش اول نبود. نه نقش مکمل بود. چیز فایت کلاب. نه. 7. نه مال همین چیز وانس اپان تایم این هالیوود. درسته. عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای در زمان حکومت کدام پادشاه امضا شد؟ اسم پادشاهه. احمد شاه. نه ناصرالدین شاه. نه فتحعلی. فتحعلی شاه قاجار درسته. این عکس متعلق به کدوم کارگردانه؟ آلفرد هیچکاک. آلفرد هیچکاک درسته. نام این بنای تاریخی چیه؟ این ساعت لندن. نه تایمز نیست. اسمش رو بیگ می‌خوایم. بیگ بن درسته. نام زننده تک گل فینال جام جهانی 2014 برزیل. بعد یادم بیاد فینال کی بودن. راهنمایی میکنم. آلمان و آرژانتین بود فینال. آلمان و آرژانتین. چیزه گوتسه. گوتسه درسته. بابا بنازم. نام خدای آبها و دریاها در ادبیات یونان. پوزیدون. پوزیدون درسته. مرسی. عجب. این عکس متعلق به کدوم ورزشکاره؟ گلف. تایگر وودز. تایگر وودز درسته. آقا من نمیگم این یکی که این آقا بگه یه ذره برسه. نه نمیگم آقا نمیگم. مرامی نمیگم. معاهده ورسای پس از کدام واقعه تاریخی بین آلمان و دیگر کشورهای جهان از جمله انگلیس و فرانسه امضا شد؟ این پرچم کدوم کشوره؟ من میدونم پایتختش هم میدونم ولی نمیگم شما بگی. ایتالیا. نه. بلغارستان. خیلی. میم داره اولش. میم. بله. راهنمایی میکنم. مج داره اول. مجارستان. مجارستان درسته. حالا اینجاست که دیگه جنگ جهانی اول در زمان حکومت کدام پادشاه در ایران اتفاق افتاد؟ رضا شاه. نه جنگ جهانی اول. احمد شاه قاجار. احمد شاه قاجار درسته. دیگه حقت. باید ببری. دوتا آخر گفتی حقت. آقا افتاد. دوباره مرسی. بگیری. خیلی ممنونم ازتون. آقا برنده بیچون و چرای این. نه برندم واقعا سوالات خوب بود. سوالات سختا رو مرام. ولی آدم شما گرم. دم شما گرم. مرسی که شرکت کردید. خیلی ممنونم ازتون.